میخواستم منتداری صمیمی اظهار قناعتمندی خود را با تهیه‌گران، با تمام اهل سنت و فرهنگ، با تمام اهل اشتراکداران، با نورسان و جوانان، این جشن نوروزی که امروز در شهر باستانی گذشت و ما شما اشتراک کردیم، یک جهان و یک جهان تشکر و منتداری بیان کنم. همین را میگویم، احسن احسن به شما، احسن احسن نبیرگان کمال خوجندی، احسن نبیرگان ابو عبدالله رودکی، احسن اولادان سوخت باستانی. هزار و یک مراتبه من شما را منتداری بیان میکنم. احسن، آفرین، آفرین، آفرین. بار دیگر به همه شما، به کل مردم تاجیکستان نوروز عجم را تبریک و تهنیت میگویم. به همه شمایان سلامتی، خوشبختی و تمام خوشی های زندگی را آرزومند هستم. دوستان عزیز، هموطنان عزیز و مهربان، حاضرین گرامی، نوروز عجب 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 جشن است. بینید چگونه ما با اتفاقی کار و زحمت کشیده به این روز رسیدیم. اکنون بعد جشن مرحله ای است که ما کمرها را محکم بسته سخت زحمت کشیم، کار کنیم، محنت کنیم. در پیش بعد 9 سپتامبر سال 2016 25 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان عزیز و محبوبمان برپا می شود. برای این همه خرد و بزرگ اهلانه زحمت کشیم، وطنمان را آباد کنیم، بنیاد کنیم، سازیم و دسترخوان مردمان پر ناز و نعمت گردانیم. با این گونه جشن‌های نوروزی خاطره نیاگان خود را، روح آنها را شاد گردانیم. صاحب این مرز بوم باشیم. دایم با تکرار به تکرار میگویم، وطن عزیز خود را صدقاً دوست داریم. با زبان نه، با رفتار، با کردار، با آداب، با سطح بلند معرفت آباد کنیم، بنیاد کنیم. یک جهان تشکر، یک جهان تشکر.